مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. ماه شعبان در واقع ماه محیط بر رجب هست و نفس انسان وقتی که در رحم رجب قرار میگیره آماده میشه برای تولد به عالم ماه معظم شعبان. پیامبر خدا وقتی هلال ماه شعبان رو میدیدن کسی رو مأمور میکردن در مدینه جار میزد، صدا میزد، ندا میداد من فرستاده رسول خدا هستم. رسول خدا فرموده شعبان ماه من، رحمت خدا بر کسی که مرا در این ماه یاری کند. شعبان ماه من، رحمت خدا بر کسی که مرا در این ماه یاری کند. ماه شعبان آمادگی خیلی زیادی داره برای پرورش انسان و آماده سازی او برای ضیافت عظیم الهی، جشن بزرگ انسان و عید بزرگ خدا و عید انسانیت. یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام هست. کسی از حضرت سوال کرد بهترین عمل در ماه شعبان چیه؟ خیلی جالبه، ببینید جواب امام صادق علیه السلام رو. سوال کردن بهترین عمل چیه؟ حضرت فرمودن الصدقه والاستغفار. یکی صدقه دادن، دوم طلب آمرزش. فهم حال و هوای جشن عید برای کسی هستش که به اندازه کافی در خودش سنخیت و پاکی ایجاد بکنه و اساساً یکی از دلایل مهم ذکرهای توحیدی و استغفار در ماه رجب و ماه شعبان همین هستش که شخص این سنخیت رو بتونه در خودش ایجاد بکنه. اون چه که ذائقه ما رو از ذائقه بهشتی دور میکنه و ما از دیدن نور، استشمام عطر بهشتی، درک نورانیت و معنویت و حال و هوای بهشتی و عید و جشن در این 3 ماه محروم میشیم، محروم میکنه ما رو. گناه هست، غفلت هست، کدورت هایی هستش که به قلب ما میشینه و چیزی که اولیاء خدا و دوستان خدا به خاطر اومدنش جشن میگیرن، بهجت و سرور خاصی دارند، ما اون ادراک رو نداریم. چطور وقتی یک کسی عروسی میخواد بره، یه جنبه جمادی داره، یه جنبه گیاهی داره، یه جنبه حیوانی داره. عروسی جنبه جمادیش این هستش که خب شخص نونوار میشه و یک موادی رو به استخدام میگیره. جنبه گیاهیش غذا و شیرینی و شربت و خوراک و تجملاتی هستش که به کار میگیره. جنبه حیوانیش هم خود عروسی هستش و حسهای خاص توهمی در مراسم عروسی. این شخص اصلا حال و هوای خوشی و جشن و سرور و بهجت و نشاط داره خود به خود، چون سنخیت داره با اینها. لذت فوق عقلانی هم که مربوط به بخش انسانی انسان هست. اگر انسان در خودش سنخیت ایجاد بکنه میفهمه که ماه شعبان ماه شادیه، ماه شعف و شور و شوق و اصلا خدمتون که بهجت و سرور هست و اساسا این بهجت و سرور رو میفهمه. از همون اول ماه روحش اصلا معلومه تغییر بکنه. تولدهای فوق‌العاده زیبایی که اینجا هست اون هم از 3 شخصیت بی‌نظیر و حرکت به سمت نیمه شعبان. شب قدر هست نیمه شعبان، یعنی خداوند قبل از شب قدر ماه رمضان یه شب قدر شعبان رو قرار داده که خودش بسیار در ما تحول ایجاد میکنه. یعنی با این شب قدر ماه شعبان انسان یه تولد جدیدی پیدا میکنه و یه پوستی میاندازه و برای ورود به ضیافت الهی از این قدرت شب قدری نیمه شعبان استفاده میکنه. روز نیمه شعبان هم همینطور نوع دعاها، اذکار، استغفارها و
مناجات هایی که در این ماه وارد شده بسیار بسیار خاص و ویژه است و حتما عزیزان هم برای بهره برداری از خود ماه معظم شعبان و هم برای آماده شدن برای ماه مبارک رمضان التزام داشته باشن، وقت بذارند و فارغ کنن خودشونو. ببینید اگر غیب ببینه شما فارغ نیستید یعنی طالب نیستید و غیب هم درش رو به روی شما باز نمیکنه. بارها من این فرمول اساسی رو گفتم، غیب به میزانی که شما تحویل میگیرید، دوستش دارید، انس دارید و توجه میکنید، شما رو تحویل میگیره، دوستتون داره و توجه میکنه. به میزانی که شما احساس خودمونی بودن، احساس سنخیت، احساس محرمیت دارید با غیب، غیب من با شما همینجوری هستش. پس در واقع کلید غیب در قلب ماست، این یادمون نره، کلید غیب در قلب ماست. ما نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. ماه شعبان در واقع ماه محیط بر رجب هست و نفس انسان وقتی که در رحم رجب قرار میگیره آماده میشه برای تولد به عالم ماه معظم شعبان. پیامبر خدا وقتی هلال ماه شعبان رو میدیدن کسی رو مأمور میکردن در مدینه جار میزد، صدا میزد، ندا میداد من فرستاده رسول خدا هستم. رسول خدا فرموده شعبان ماه من، رحمت خدا بر کسی که مرا در این ماه یاری کند. شعبان ماه من، رحمت خدا بر کسی که مرا در این ماه یاری کند. ماه شعبان آمادگی خیلی زیادی داره برای پرورش انسان و آماده سازی او برای ضیافت عظیم الهی، جشن بزرگ انسان و عید بزرگ خدا و عید انسانیت. یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام هست. کسی از حضرت سوال کرد بهترین عمل در ماه شعبان چیه؟ خیلی جالبه، ببینید جواب امام صادق علیه السلام رو. سوال کردن بهترین عمل چیه؟ حضرت فرمودن الصدقه و الاستغفار. یکی صدقه دادن، دوم طلب آمرزش. فهم حال و هوای جشن عید برای کسی هستش که به اندازه کافی در خودش سنخیت و پاکی ایجاد بکنه و اساساً یکی از دلایل مهم ذکرهای توحیدی و استغفار در ماه رجب و ماه شعبان همین هستش که شخص این سنخیت رو بتونه در خودش ایجاد بکنه. اون چه که ذائقه ما رو از ذائقه بهشتی دور میکنه و ما از دیدن نور، استشمام عطر بهشتی، درک نورانیت و معنویت و حال و هوای بهشتی و عید و جشن در این 3 ماه محروم میشیم، محروم میکنه ما رو. گناه هست، غفلت هست، کدورت هایی هستش که به قلب ما میشینه و چیزی که اولیاء خدا و دوستان خدا به خاطر اومدنش جشن میگیرن، بهجت و سرور خاصی دارند، ما اون ادراک رو نداریم. چطور وقتی یک کسی عروسی میخواد بره، یه جنبه جمادی داره، یه جنبه گیاهی داره، یه جنبه حیوانی داره. عروسی جنبه جمادیش این هستش که خب شخص نونوار میشه و یک موادی رو به استخدام میگیره. جنبه گیاهیش غذا و شیرینی و شربت و خوراک و تجملاتی هستش که به کار میگیره. جنبه حیوانیش هم خود عروسی هستش و حسهای خاص توهمی در مراسم عروسی. این شخص اصلا حال و هوای خوشی و جشن و سرور و بهجت و نشاط داره خود به خود، چون سنخیت داره با اینها. لذت فوق عقلانی هم که مربوط به بخش انسانی انسان هست.
اگر انسان در خودش سنخیت ایجاد بکنه میفهمه که ماه شعبان ماه شادیه، ماه شعف و شور و شوق و اصلا خدمتون که بهجت و سرور هست و اساسا این بهجت و سرور رو میفهمه. از اما اول ماه روحش اصلا معلومه تغییر بکنه. تولدهای فوق‌العاده زیبایی که اینجا هست اون هم از 3 شخصیت بی‌نظیر و حرکت به سمت نیمه شعبان. شب قدر هست نیمه شعبان، یعنی خداوند قبل از شب قدر ماه رمضان یه شب قدر شعبان رو قرار داده که خودش بسیار در ما تحول ایجاد میکنه. یعنی با این شب قدر ماه شعبان انسان یه تولد جدیدی پیدا میکنه و یه پوستی میاندازه و برای ورود به ضیافت الهی از این قدرت شب قدری نیمه شعبان استفاده میکنه. روز نیمه شعبان هم همینطور نوع دعاها، اذکار، استغفارها و مناجات هایی که در این ماه وارد شده بسیار بسیار خاص و ویژه است و حتما عزیزان هم برای بهره برداری از خود ماه معظم شعبان و هم برای آماده شدن برای ماه مبارک رمضان التزام داشته باشند، وقت بذارند و فارغ کنن خودشونو. ببینید اگر غیب ببینه شما فارغ نیستید یعنی طالب نیستید و غیب هم درش رو به روی شما باز نمیکنه. بارها من این فرمول اساسی رو گفتم، غیب به میزانی که شما تحویل میگیرید، دوستش دارید، انس دارید و توجه میکنید، شما رو تحویل میگیره، دوستتون داره و توجه میکنه. به میزانی که شما احساس خودمونی بودن، احساس سنخیت، احساس محرمیت دارید با غیب، غیب من با شما همینجوری هستش. مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. ماه شعبان در واقع ماه محیط بر رجب هست و نفس انسان وقتی که در رحم رجب قرار میگیره آماده میشه برای تولد به عالم ماه معظم شعبان. پیامبر خدا وقتی هلال ماه شعبان رو میدیدن کسی رو مأمور میکردن در مدینه جار میزد، صدا میزد، ندا میداد من فرستاده رسول خدا هستم. رسول خدا فرموده شعبان ماه من، رحمت خدا بر کسی که مرا در این ماه یاری کند. شعبان ماه من، رحمت خدا بر کسی که مرا در این ماه یاری کند. ماه شعبان آمادگی خیلی زیادی داره برای پرورش انسان و آماده سازی او برای ضیافت عظیم الهی، جشن بزرگ انسان و عید بزرگ خدا و عید انسانیت. یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام هست. کسی از حضرت سوال کرد بهترین عمل در ماه شعبان چیه؟ خیلی جالبه، ببینید جواب امام صادق علیه السلام رو. سوال کردن بهترین عمل چیه؟ حضرت فرمودن الصدقه و الاستغفار. یکی صدقه دادن، دوم طلب آمرزش. فهم حال و هوای جشن عید برای کسی هستش که به اندازه کافی در خودش سنخیت و پاکی ایجاد بکنه و اساساً یکی از دلایل مهم ذکرهای توحیدی و استغفار در ماه رجب و ماه شعبان همین هستش که شخص این سنخیت رو بتونه در خودش ایجاد بکنه. اون چه که ذائقه ما رو از ذائقه بهشتی دور میکنه و ما از دیدن نور، استشمام عطر بهشتی، درک نورانیت و معنویت و حال و هوای بهشتی و عید و جشن در این 3 ماه محروم میشیم، محروم میکنه ما رو. گناه هست، غفلت هست،
کدورت هایی هستش که به قلب ما میشینه و چیزی که اولیاء خدا و دوستان خدا به خاطر اومدنش جشن میگیرن، بهجت و سرور خاصی دارند، ما اون ادراک رو نداریم. چطور وقتی یک کسی عروسی میخواد بره، یه جنبه جمادی داره، یه جنبه گیاهی داره، یه جنبه حیوانی داره. عروسی جنبه جمادیش این هستش که خب شخص نونوار میشه و یک موادی رو به استخدام میگیره. جنبه گیاهیش غذا و شیرینی و شربت و خوراک و تجملاتی هستش که به کار میگیره. جنبه حیوانیش هم خود عروسی هستش و حسهای خاص توهمی در مراسم عروسی. این شخص اصلا حال و هوای خوشی و جشن و سرور و بهجت و نشاط داره خود به خود، چون سنخیت داره با اینها. لذت فوق عقلانی هم که مربوط به بخش انسانی انسان هست. اگر انسان در خودش سنخیت ایجاد بکنه، میفهمه که ماه شعبان ماه شادیه، ماه شعف و شور و شوق و اصلا خدمتون که بهجت و سرور هست و اساسا این بهجت و سرور رو میفهمه. از همون اول ماه روحش اصلا معلومه تغییر بکنه. تولدهای فوق‌العاده زیبایی که اینجا هست، اون هم از 3 شخصیت بی‌نظیر و حرکت به سمت نیمه شعبان. شب قدر هست نیمه شعبان، یعنی خداوند قبل از شب قدر ماه رمضان یه شب قدر شعبان رو قرار داده که خودش بسیار در ما تحول ایجاد میکنه. یعنی با این شب قدر ماه شعبان انسان یه تولد جدیدی پیدا میکنه و یه پوستی میاندازه و برای ورود به ضیافت الهی از این قدرت شب قدری نیمه شعبان استفاده میکنه. روز نیمه شعبان هم همینطور نوع دعاها، اذکار، استغفارها و مناجات هایی که در این ماه وارد شده بسیار بسیار خاص و ویژه است و حتما عزیزان هم برای بهره برداری از خود ماه معظم شعبان و هم برای آماده شدن برای ماه مبارک رمضان التزام داشته باشند، وقت بذارند و فارغ کنن خودشونو. ببینید اگر غیب ببینه شما فارغ نیستید یعنی طالب نیستید و غیب هم درش رو به روی شما باز نمیکنه. بارها من این فرمول اساسی رو گفتم، غیب به میزانی که شما تحویل میگیرید، دوستش دارید، انس دارید و توجه میکنید، شما رو تحویل میگیره، دوستتون داره و توجه میکنه. به میزانی که شما احساس خودمونی بودن، احساس سنخیت، احساس محرمیت دارید با غیب، غیب هم با شما همینجوری هستش. پس در واقع کلید غیب در قلب ماست. یادمون نره کلید غیب در قلب ماست. ما با تغییر قلبمون، با زینت دادن قلبمون، مجهز کردن قلبمون، قدرتمند کردن قلبمون میتونیم در غیب رو به روی خودمون باز بکنیم. پس تو این ماه باید یکی از نکات خیلی مهم این هستش که فارغ کنید خودتون.